روایت میکنن سری سقطی قدس الله سره، سری سقطی استاد جنید بغدادی است. شاید سری را کمتر مردم شناسند، اما جنید بغدادی را همه میدانند. سید طایفه است، یکی از عارفای بسیار بلند پروازی ما، هم استادش است هم تقویش. سری سقطی روایت میکند که یک کنیز از بازار خرید، زمانایی که غلامداری و کنیز فروشی بود. کنیز گرفت آورد، به حد زیاد گریه میکرد، ناله و فغان میکرد. یک روز شبانه سری از جاش برخاسته بود، اومد که کنیز در آن حجرش گریه کنان دعا کرده است به درگاه خدا: پروردگارا، به خاطر همون محبتی که به من داری از گناهام محفوظم دار و به دیدار خویش برسانم و نمازهام به درگاهت قبول گردان. سری سقطی عالم شریعت است. از این خاطر بانگ زد به سری او کنیز که ای کنیزک، تو دیوانه ای، تو چی؟ غلط نگو، تو بگو به خاطر محبتی که من به تو دارم. تو از کجا بدونی که خداوند به تو محبت داره که میگوی به خاطر محبتی که بر من داری؟ گپ برعکس نگو. گفت ای خواجه، اگر این خدای بزرگ که بر من محبت نمی داشت، نیم شب از خواب بیدارم میکردم، میخواستم نماز تهجد میخوندم. عقلی که در کجا است؟ اینا تو مست خواب هستی؟ شیخ طایفه من خواستم در نمازم. همین نشانه محبت پروردگار نیست؟ این همین نشانه محبتش است که ما را قایم داشته است. در خواب غفلت هستی. واقعا اگر خدا کسی که دوست نداره هدایتش میکنه، از ضلالت و گمراهی نجاتش میبخشه؟ هرگز نه. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. خدا را دوست میداری؟ پیغمبر را دوست میداری؟ بفهم که خدای تعالی به تو نظر عنایت داره. خداوند تو را دوستت میداره. اگر دوستت نمیداشت، محبتی خچه در قلبت نمیانداخت. در دل تو مهر حق چون شد تا، حق هست حق را بگمان مهری تو. هیچ بانگ کف زدن ناید بدر، از یکی دستی تو به دستی دیگر یک دست صدا نداره. برای آنکه قرصک شود دو دست لازمه. محبت یک طرفه نمی شود. برای آنکه محبت باشد دو طرف لازم است. تشنه می نالد که ای آبی گوار، آب هم گوید که کو ای آب خار. ما ای خدا میگیم، خداوند میگه ای بنده بیا به نماز، بیا به عبادت. آخه تو بیا پیش من دعا کن، من دعا تا قبول کنم. یا الله میگیم، الله اکبر میگیم، در جواب خداوند صد لبیک مو میگه، اما ما گوش شنیده نداریم. کسی از خادمای سری کنیزک گفت ای کنیزک ابله، چی قگریه میکنی؟ یا چشمت قریب کور شده است، میترسم چشم دیگر هم کور میشه، دیگه تو با کسی در کور نمیشه، کمتر گریه کن. گفت اگر خدای تعالی داخل جنتم کنه، تمام اعضای بدنم چشم میشود، تمام اعضای بدنم چشم میشود. نه که اگر از رحمتش محروم کنه و از دیدارم محروم کنه، خدا بگیرم و چشم را که از دیدار پروردگار محروم باشه، در کار نیست برای من او چشم. سری گفت کنیز، گفت تو آزادی. تو قسم به خدا، گفت غیر خدا بندگی کسی را نمیشویی. تو بنده الله هستی، همی کفایه میکنه، برا آزاد. حتی نفقش با براش داد، مدت چند ماهی نشه که یگانجا عذاب نکشه، تل بندگی نکنه و کنیزه که آزاد کرد. یک زن ببینه غیرت شجاعت چه، سبحان الله. ما و شما خشمون نمیته که 5 وقت نماز بیاییم با جماعت در مسجد ادا کنیم، چه برسه با این غیرت و با این شجاعت. حضرت شعیب پیغمبر علیه السلام، قبل از او که پیغمبر خدا شود، قبل از او که خدای تعالی او را به پیغمبری مبعوث گرداند، عابد بود،
یک عابد خداپرست زیاد میگریسته است، گریه و ناله میکرده است، اهل تضرع بود. حضرت مولوی قصهش آورده است در دیوان کبیر شمس: ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، از سوی او چندان وفا، از سوی تو چندین جفا. ای مسلمان میگه تو اندیشه آخرت نمیکنی؟ چه عذر می آورده باشی در پیش پروردگار که اینقدر وفا، اینقدر محبت از جانب خدا، اینقدر بخشش، اینقدر عطا برای تو، در عوض از جانب تو اینقدر جفا، اینقدر سرکشی، اینقدر عناد، اینقدر خدا ناشناسی. از بد پشیمان میشوی، الله گویان میشوی، آنگه تو را او میکشد تا وارهاند مر تو را. صدقه ای الله بزرگت کنه که همین قدر گناه میکنی، با وقتی که پشیمان شدی، با توبه کردی، خداوند گناهات میبخشه. بانگ شعیب ناله اش، آن اشک همچون ژاله اش، چون شد ز حد از آسمان، آمد سحرگاهش ندا. گر مجرمی بخشیدمت، از جرم آمرزیدمت، فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. وقتی که میگه حضرت شعیب در گریه و ناله خداوند غرقه گشته بود، یک شب یک صدای برآمد که ای شعیب بس است که دیگه گریه نکن، گناهکار باشی گناهات بخشیدم. اگر فردوس در کار طلب داشته باشی جنت فردوس برات دادم، بس ای دیگه گریه نکن. گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان. گر 7 بحر آتش شود، من در روم بحر لقا. گفت نه پروای جنت دارم نه ترسی دوزخ، دیدار خدا را میخواهم. گفت اگر همه 7 اقیانوس هم آتش شود، از او طرف یا الله بزرگ گفت اگر ذره اشارتم کنی میپرم سرکی. و رانده آن منظرم، بستست از او چشمی ترم، من در جحیم اولاترم، جنت نشاید مرمرا. اما اگر پروردگارو از دیدار خودت ما را بی نصیب کرده باشی، جای من همون دوزخ است، چه میکنم من جنت؟ جنت مرا به روی تو هم دوزخ است هم عدو، من سوختم زین رنگ بو، کفر ایوانی بقا. جنت برای من دوزخ میشه و اگر به شرطی که از جمال تو محروم شم. گفتند بار کم گیری تا کم نگردد مبصری، که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا. گفتن یا شعیب بسیاری بد گریه نکن، که آدم وقت زیاد گریه کرد چشم خیره می شود، نوری چشم می رود، کور می شوی، می مانی پا بر جا. گفت تر 2 چشمم عاقبت، خواهند دیدن آن صفت، هر عضو من چشم می شود، کی غم خورم من از عما. ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن، تا کور گردد آن بصر کونیست لایق دوست را. گفت ای مردم جاهل، اگر خدای بزرگ به جمال خود باره میسر بگرداند، تمام اعضای بدنم چشم می شود، من کی پروای کوری دارم؟ اما اگر پروردگار از جمالش محروم گردانده باشد، خداوند کور کنه او چشمی را که از دیدار خدا محروم است. چون هر کسی در خورد خود، یار گزید از نیک بد، ما را دریغ آید که خود فانی کنیم از بحر لا. حضرت مولوی میگه هر کس در خورد خود، با قوت خود، با امکانیت خود برای خود یک دوست انتخاب میکند، یک یار انتخاب میکند، هر جنس با جنسی خودش پرواز میکند. من دریغ میدارم خدمت که از برای لا گفت فانی کنم، یعنی دوست من خدا را میگیرم، خدای لایزاله،
خدایی را که فنا نداره، خدای جاویدانی را، خدای غنی و بزرگ که کرای دوستگیری خداوند متعال است. پس نماز باید با خشوع باشد. افسوس و صد افسوس که امروز واقعا نمازخوان زیاد داریم اما خاشع کم است، اهل خشوع بسیار کم است. یکی از نشانه های وقوع قیامت نیست نابود شدن خاشعین است، ذاکرین، ساجدین، کسایی که خشوع دارن. یک وقت ما کودک بودیم، یادم هست در پیش بعضی موسفیدان نام محمد صلی الله علیه و سلم می گرفتن، زور زور گریه میکردن. قسم به خدا من یاد دارم. یا یگان نعت در وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوندن، از گریه را سست میشیدن. امروز بسیار کم مونده است این طایفه، بسیار کم مونده است. در حدیث اومده است، امام طبرانی به اسناد حسن روایتش میکند از ابو دردا رضی الله عنه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار ارشاد فرمودند اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع. پیغمبر خدا گفت اول چیزی که از این امت گرفته می شود انمی خشوع است، انمی ترسشون است، محبتشون است. اول همین را می بردارن. حتی لا ترى فیها خاشعا، حتی که در میان امت یگان آدم خاشع پیدا نمیکنی. نماز میخونن به ظاهر اما خشوع که نباشد. آخه اون نماز چی زیب دارد، چی زینت دارد، چی جلا دارد، چی رغبت دارد، همه وابسته به خشوع است. برادرای عزیز، خشوع در کدام صورت می شود؟ در صورتی که نماز کامل باشد، در صورتی که رکوع و سجده ها را پر رعایت کنیم. ببینید برادر ما شکایت میکنه که جوانا رکوع و سجده را پر نمیکنن، از رکوع سراسیمه میخیزن، قامتشون حتی در رکوع پره خشروخ هم کرده نمیتونن، قومه و جلسه را رعایت نمیکنن، چیزی که در متن مکتوب برادر اومده است. واقعا درست میگم. در خبر آمده است حدیث متفق علیه، حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت اسلامی. ابو هریره میگه دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم المسجد فدخل رجل فسلم على النبي صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار داخل مسجد شده بود. یک مرد میگه داخل شد، نماز خوان در یک گوشه مسجد. بعدا اومد نزد حضرت، سلامش گفت. فرد حضرت رسول الله جواب سلامش گفت و قال ارجع فصلی فانک لم تصلی. گفت ای مرد برگرد، نماز ایسر بخوان که تو نماز نخوندی، این نمازی تو قبول نیست. فصلا ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی. رفت میگه به گفتگو اثر نماز خوند. باز اومد السلام علیکم یا رسول الله گفت. حضرت در جواب گفت ارجع فصلی، برگرد گفت نماز تا ایسر بخون که نمازت قبول نشد، تو نماز نخونده. ثلاثا بخاری و مسلم روایت میکنن که همین کار 3 بار واقع شد، 3 مرتبه. وقتی که بار سوم هم خواند و آمد که حضرت همین سخن گفتش، این مرد گفت یا رسول الله والذی بعثک بالحق فما احسن غیره فعلمنی. ای حبیبی خدا گفت قسم به همون خدایی که تو به حق به پیغمبری برگزیده است، از این بهتر من خونده نمیتونم، همه کم دونم، تعلیمم بته نباشه که چی خیل بخونم. حضرت صلی الله علیه و سلم در پهلوش قایمش کرد، رو به سوی قبله تأکیدش کرد اذا قمت الى الصلاه فکبر. گو وقتی که به نماز قایم شدی اول تکبیر گوی، تکبیر تحریمه الله اکبر. ثم اقرأ
ما تیسر معک من القرآن. بعدا گفت از قرآن هر چی که میدونی، هر سوره میدونی قرائت کن در داخل نمازت. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا. بعدا رکوع کن گفت تا زمانی که تمام اعضای بدنت آرام بگیره در رکوع. این رکوع سراسیمه نمیشود. حتی تطمئن راکعا، آرام بگیری در رکوع. ثم ارفع حتی تعتدل قائما. بعد سرت از رکوع بردار، سمع الله لمن حمیده، تا اینکه قائم در حالت قیام تمام اعضای بدنت آرام بگیرد. همه حالت قومه میگویند. همه حالت بعد رکوع خستن سمع الله لمن حمیده، همه حالت قومه میگن. برادرای عزیز، قومه باید رعایت شود. این از تعدیل ارکان است. نزد امام اعظم ابو حنیفه و امام محمد قومه سنت است، سنت مؤکده پیغمبر است. نزد امام ابو یوسف قومه فرض است با دلیل این حدیث. حتی امام ابو یوسف میگه کسی قومه نمیکند نمازش درست نیست. اکثر ما نمیکنیم. سمع الله لمن حمیده قومت درست نکرده خودمون نمیدونم مثل یک زاغواری در زمین میشپیم. ببین پیغمبر چیش گفته است یا عربی را، حتی تعتدل قائما. برای آن که همون قومت درست پره شود، بعضی دعاهای معصوره هست، همونا را به زبان تو تلفظ کنه، انشاءالله تا زمان او را تلفظ میگیره قومه هم واقع میشود. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. همین سخن بگو انشاءالله قومت پره میشود، بسیار عالی جناب میشود. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. بعد حضرت میگه سجده کن تا اینکه در سجده آرام بگیری، سراسیمه سرت نبردار. حتی تطمئن ساجدا. بعض امامی هست که حالا همی سبحان گفته نگفته که سرشمی بردار از سجده. ایچی خیل سبحان ربی الاعلا گفت، چند بار گفت، خدا خودش میدونه. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا. بعد سر از سجده بردار گفت و بشین تا زمانی که تمام اعضای بدنت آرام بگیرن. اینا در اسلام جلسه میگن. در علم نماز جلسه یعنی بین دو سجده نشستن جلسه میگن. همون جلسه باید رعایت شود. متاسفانه ما شخصایی داریم که ای سجده یکم سرش اندکک میبردارن و شیشتا همین تا منتظر ایستادگی این استارت میگوی ای 100 متر میدویده باشه، هم قدر تیار ایستادگی. حالا که باید بشینی حتی تطمئن جالسا. جلسه نزد امام اعظم ابو حنیفه سنت است، اما نزد شاگردش امام ابو یوسف القاضی فرض است. میگه کسی اگر جلسه نمیکنه نمازش قبول نیست. دلیلش همین حدیث پیغمبر که یک مرد 3 بار گردوند که ارجع فصلی فانک لم تصلی. برگرد گفت سر نماز بخون که تو نماز نخونده، نمازت قبول نیست. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. با سجده دیگه مکن و در همون سجده به مقدار بس که تمام اعضای بدنت آرام گیرن. این تعدیل میگن، این واجب است. تعدیل ارکان. ثم افعل ذلك فی صلاتک کلها. بعد گفت همین کارا را در تمام نمازت انجام بده، در هر رکعت رعایت کن. این حدیث متفق علیه است برادرای عزیز. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان بزرگ خچ نهی کرده است از سراسیمه و تیز نماز خواندن. در روایت اومده است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه، حضرت میگن نهانی خلیل عن ثلاث. دوست من محمد صلی الله علیه و سلم از 3 کار مرا نهی کرد، از 3 عمل نهیم کرد. عن ثلاث. نهانی عن نقره کنقرة دیک و عن اقعاء کاقعاء الکلب.
و عن التفات کالتفات ثعلب. از سه عملی که شخص شبیه به حیوانات میکند برای بگم معن کرد. اولش از دانه چیندن مثل دانه چیندن خروس. خروس دیده سراسیمه از زمین دانه میچینه. همون شخصایی که کس سرشون در سجده میزنن میگیرن حکمش حکم همون خروس است. پیغمبر نهی کرد نگه از این کار. دوم از نشستن مثل نشستن سگ چخل میشینه میدونه نوخه دو پای پیش چخ میمونه و پوچوش چی میگیره اقامیسی. یعنی که بعضی برادرای هستن که میشینن بعد پاشون نخیل است. این اگر عملی نشانتم نمیفهمی. علمی خیلی شیشتن درست نیست بچه ها، نه در نماز نه در غیر نماز. از برای خدا نخوا در مسجد خانه خدا بیایی هم تا پهم کنی بشیدی شرم نمیداری. کویا بار در پیش رئیس تمو خیل بشی قور تا میکنه. ایت در پیش خدا شیشتای در خانه خدا شیشتای ایرا اقام میگن نشستنی مثل نشستنی سگ. این برای مسلمان زیبنده نیست. من که شخصا کسی را ببینم نصیحتش میکنم، نه که متاسفانه در جامعه زیاد هستن طایفه مردم. و سوم از التفات مثل التفات روبه، سر ای طرف گردنده تماشا کردن. همین پره روز بود والله اعلم. مسجد که میام یک برادر در بیرون نماز نفل نیت کرده است. نیت کرد الله اکبر، دستوش در زیر سینه‌اش بست و روش سینی من کرد دیگه هم کرد. روزی گفتم اگر چشم ایست نکنم با سلام هم میتد در دور نماز. آخر وقتی که تو اقتدا کردی و نیت کردی توجهت به سوی پروردگار شد، برای تو درست نیست دیگه این طرف و طرف نگاه کردن. ولی بعضی برادر است در نمازهای با تماشا میکنه صفارا کی اومده باشه چند کس باشن، ممکن نیست. پیغمبر از آنمی التفات مثل التفات روبه امتی که معن کرده است که اگر همین خیلی کنی اخیر روبه صفت میشه، نکنی همین کارا را. از این خاطر برادرای عزیز خشوع در نماز بسیار بسیار مهم است. در روایت اومده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اسرق الناس الذي يسرق من صلاته. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه روایت میکنه که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیحت کرد. گفت دوستترین دزدها، دوستترین مردمان کسی هست که از نماز دزدی میکنه. حیران شده میگه، گفتم یا رسول الله کیف یسرق من صلاتی؟ از نماز چخیل دزدی میکنه؟ نماز چی است که او را میگیری میدزدیش؟ چخیل از نماز دزدی میشید است؟ حضرت گفت لا یتم رکوعها ولا سجودها. دزدی کردن از نماز ای است که رکوع و سجدش پره و کامل نمیکنه، رکوع و سجدش ناتمامن، پره و خشرو نیستن. همین دزدی از نماز است. و ابخل الناس من بخیل بالسلام. و در دوامش حضرت گفت بخیل ترین مردم شخصی هست که به سلام بخیلی میکنه. انمی در سلام دادن بخیلی میکنه. خیلی سلامش دادی ایتی اگون جست کم نشید کو. اگر در همی که بخیلی کردی یا در علی گرفتن بخیلی کردی پس تو بخیل ترین مردم هستی. یا شخصایی که قومه و جلسه را رعایت نمیکنن بسیار حکمشو سخت است برادرای عزیز. حتی حضرت رسول الله تحذیر داد لا ينظر الله الى عبد لا يقيم صلبه بین رکوعه و سجوده. خداوند متعال گفت به مردی که قامت چه در قومه راست نمیکنه، در جلسه پریخش رو نمیشینه، فردا روز قیامت نظری رحمت نمی اندازه. از نظری رحمت خدا این طایفه مردم محروم میشوند. ای مردم ما معتقد پیروی مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هستیم، پیروای اون مردی بزرگ هستیم که هر کسی را میخوانی در مناقبش شخصای بزرگ وکی ابن جراح و امثال اونا میگن از ابو حنیفه رحمه الله خشنمازتر ما کسی را ندیده ایم. در نماز تو همین درجه را خشوع داشت، نماز کامل پره میخوان. اگر نماز ما کامل پره نباشد وای به حال ما که نماز ما قبول نمیشود.
یکی از سبب‌های همون کامل و پر نخوندن چی است؟ کاری دنیا. یا میگیم تجارت مدر میشوه، یا میگیم طعام در سر دسترخوان خنک میشوه، یا فلان برادر دعوت میکرده است. همین نفسی پلید دنیا است. قسم به خدا این همین نفس وادار میکنه که نماز سراسیمه بخونیم، بعد میریم در سر دسترخوان یک نیم ساعت لق 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 گپی بهوده دنیا میگیم. نمازی که تکبیر اولش از دنیا و نوش و نعمت دنیا همه بالاتر و بالاتر است، برای ما ترک میشوه، پروا نداریم. پس بر ضد همین نفس مبارزه بودن در کارای نماز. از نفس از دنیا بالاتر اگر ندونیم وای به حال ما. اما این نفس چیزی نیست که زوری هر کس به او برسه. اگر از خدا ترس نداشته باشی، اگر کاری آخرت از کاری دنیا بالا نگذاری، هیچ وقت از عهده مغلوب ساختن نفس نمیبری. از حضرت مولوی یک قصه براتو بکنم که عادت کرده دیگه. بعضی برادرها ختم و دعوا میکنن که امروز چرا مولوی خونده نشد و برای زکخر شدگیان، گسترانوم شدگیان، حالا که هم لذت چیزی را چشیدی دیگه دویم در طلبش میشوی. حضرت قصه میکنه در مثنوی شریف، یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بری زین رازی سرپوشیده بوی. مارگیر رفت سوی کهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. یک مارگیر به دست مارباز در کهستان مار بسیار می شود. یک روز برای شکاری مار کهستان می رود. مار زهرش می فروشن، پوستش می فروشن، بعضا خیچ زنده می فروشن. از همین خاطر مارگیرها هم یک درآمد دارن. اژدهای مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر زیبیم. یک اژدها دید، موری به حد کلان، همین قدر کلان بود که همون مردگی بود. دیدش میگه تلخش کفید. به همین درجه بدوی ما بسیار با حیبت. مور خودش چیزی با حیبت های. شاید یکون اناکوندا دید است توخی. او همه مرده گمان بردش، ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. اوزی سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. ای خلکی را کرخ شده بود است. این مار و حیوانهای خزنده میدونه یک کرخت میشون اگر خنک شود. کرخ شده ای خنکی را ای خیالی کرده است مرده است. خشو نگهش نمیکنه، گمان کرد که مردگی ای. مارگیر آن اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. گری در یک خلطه کلان بارش کرده، در عرابه بستش کشید آوردش به شهر بغداد برای تماشا که مردم در حیرت میمونن. جمع آمد 100,000 ژاژخا، حلقه کرده پشتی پا بر پشتی پا. همه آدم بیکارخوجه بسیار ای اوازه شد. یک وقت 100,000 آدم میگه تماشا اومدن، میگن مارگیر اژدها آورده است، بلعجب نیکو شکار کرده است. بچه گفتن یک مارگیر اژدهاری بسیار بدوایمه آورده است، خوب ببینیمش چه خیلی. اژدها که زمهریر افسرده بود، زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. در بلاش لطفته بسیار پرت افته است که یکی بعد نشانش بتمم ای مردم پول جمع کنم افته کم. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. آفتاب که تافتش آفتاب بغداد، آسته آسته کرختیش از بدنش دور شد. مرده بود و زنده شد او از شگفت. اژدها برخیش جنبیدن گرفت. اگر 8-10 متر باشه تلخت میکرد واقعی. یا وقت همون چیزی مردگی در حرکت در اومد. خلق را از جنبش آن مردمار، گشتشان آن یک تحیر 100,000. دیگه مردم در دهشت زدن. بس خلایق در هزیمت، بس خلایق کشته شد.
از فتاده کشتگان 100 پشته شد. دیگه داد فیغان شد این خونه سوخته زنده به دست گفته. مردم همدیگر را در ازدحام زیر پا کردن. چنان ازدحام میشید که دیگر بیچاره آدمای غلطیدگی را دیگران لغت کردن. اگر هم یک فتنه شود تو میدونه که چکل میشوه. دیگه سری راه مردم گرفته نمیشوه. صدها آدم میگه در زیر پای مردم کشته شد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت که چی آورده من از صحرا و دشت. گفت خاک در سرت ایچی بلا بت آوردی، ایچی کاری بت کردی. اژدها یک لقمه کردان گاج را، سهل باشد خانخواری حجاج را. در پیش 6 سال دیگه شوخ شده که اول چیزی که در پیش چشمش غلطی در مارگیر بود. این چند ماه طعام نخورد است آخی در حالت کرختی. اول همین را گرفت کرد. مورای کلون در میکشم کو خیش را بر استون پیچیده بست، استخوان خورده را در هم شکست. بعد به عادت مورا خچه در یک ستنی غوث پیچون امی یک کشیدش تمام استخوانای بدن در شکم مور همه خورد و میده شد. ببینی یک فتنه اکو اون مور بسیار نمیخوره، همون یک آدم خورد سیر میکنه یک هفته دیگه شاید بگرده. اما یک فتنه ببینه که سبب کشته شدن هزارها آدم شد. هزارها آدم زیر پا موندن، زیر قدم موندن. برای چی؟ برای احمقی یک بفراست که ماری زنده را مرده گمان کرده و برای یک تماشای بی‌معنی گرفته است آورده است. برادرای عزیز از فتنه احتیاط کنید. از فتنه احتیاط کنید که فتنه بسیار وزنین است، فتنه بسیار گران است. افسوس و صد افسوس همه ما هم که آدم مشیر خام خورده ایم دوست می‌داریم هر خیل سنساتسیا را، گپای بیهوده را، گپای بی معنی را. اولش که هر سخن قبول نکنه باور نکنه. دومش که فندی هر کس نخره. امروز در جامعه دشمنای هست، شخصایی هست که آرامی را نمیخواهند، انمی تنجی را نمیخواهند. از برای خدا این نعمت آزادی، نعمت آرامی و نعمت تنجی نعمتی هست، این را به مال مهنت دنیا خریده نمیشود. شما میدونید این بسیار نعمتی بزرگ است که آرام کجای بخواهی بروی، هر چیزی میخواهی بخری، چی نوعی میخواهی زندگی کنی، بخواهی مسجد برا، بخواهی بازار برا. این نعمت است، بسیار نعمتی بزرگ است. شما را به خدا قسم مخصوصا جوانا بسیار احتیاطکار باشید. در همین جاده بسیار احتیاطکار باشید که با مبادا فند و فریب کسی را بخری. ما شکر میکردیم که الحمدلله در سرزمین ما همین بعضی عملهای ناشایسته که متاسفانه دشمنای اسلام با نام اسلام از نام مسلمان ها انجام میتن نیست، نبود، مثل ترکیش، مثل کفاندن نفس، همه چیز الحمدلله در ما نبود. اما ببینه که امروز کوشش کرده زیان که همه را در سرزمین ما هم جاری کنن. این چی اسلام است که آدم در میانش دینامیت ببنده و خشب را و در پیش مسلمان ها بتر کنن؟ از برای خدا کجایی را اسلام میگن؟ یک ذره اندیشه کنی برادر عزیز. پیش از او که به کار میروی مردا از احوال فرزنداتو با خبر باشه که انمو مثل انمو مور برین دشمن افسون داره، حیله داره، با سخنای نرم گرم، با سخن از اسلام نمیدونم از افتخارات اسلامی بچه هایش گرم کرده و در دام خود نغلطونه. باور کنه این استقلالیت، این آزادی که ما و شما داریم بسیار نعمتی بزرگ است. احوالی برادرای افغان ببینید 30 سال شد هیچ آرام نمیشوند، هیچ تیز نمیشوند. حال زار عراق ببینید در طرز حراس باشه که بازار میرم که یکی یگان کس خچه بکفونم. از برای خدا همین اسلام است؟ مسلمان نخو خچه بیاره در پیش مسلمان ها بکفونم؟ کجای اسلام است؟ مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان راستی یک مراجعتنامه نوشته است. مراجعتنامه در مسجد در نمازهای 5 وقته در نمازهای وقتی خوانده شده است. همه مسجدهای قزاقستان در الحمدلله این خوانده شد. من گمان میکردم که شما هم ایرا در مسجدات خواندن، برای که در تمام مساجد جمهوری باید که همین پخش شود. و واقعا بعضی عملهای شنیع، بعضی عملهایی که
دلالت به تروریسم دیگر میکنن از جانب مرکز اسلامی سخت محکوم شده است. اینجا ما امکانیت کلا خواندن ایران نداریم، اما باز براتون میگم برادرای عزیز، کشتن مسلمان بزرگترین جنایت است. کشتن مرد مسلمان اگر تو میدانی که همون مسلمان است بزرگترین جنایت است. خدا را خوش نمیآید. کشتن یک شخص خدای تعالی با کشتن تمام مردم، تمام انسانیت برابر کرده است اگر مسلمان باشه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی میگوید خدای بزرگ یک شخصی را به عذر، به جنایت، به کشتن دیگر کس به قتل میرساند، این گویا که تمام مردم در یک جایگی کشته است. قتال المسلم کفر، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است کشتن مرد مسلمان کفر است. ما حق نداریم این کارا کنیم از برای خدا. تا کی ما مثل کودک هستیم ما را فند فریب میکنن دشمنای اسلام، کسایی که در خون اسلام تشنه هستند، ما اون شما را فند فریب میکنن در میان ما نمیدونم بمبا و گرانت هم میبندن میبرن در یک جا ما خودمون بهتر کنیم. کسایی این کارا میکنن حرام میمرن، حرام، از رحمت خدا دور. فردا روز قیامت با او کسایی که به سبب ترکاندن یا کشته شدن همه دامنگیر هستند. تا زمانی که او شهید، او شخصی کشته شده گناه قاتل نبخشد، خدا به هیچ وجه نمیبخشد. برای این مسئله بسیار مسئله جدی است برادرای عزیز، بسیار باید احتیاط کنیم. شما کتابای فقهی را ببینید، یک قلعه مسلمانان، مثلا کتاب جهاد است، قلعه از کفار بر ضد مسلمانان جنگ میکنند، مسلمانان قلعه را فتح کردند. اگر میگه در میان مردمی همون قلعه مسلمان اگر اسیر باشد، مسلمانان حق ندارند که اهل او قلعه را قتل کنند که یکی خدای نکرده همون مسلمان اسیر نباشد. این شما میفهمید که حکم انسان، خاصتا او انسان وقتی که مسلمان است، در پیش پروردگار چقدر بلند است. از همین خاطر انشاءالله قوم مسجد ما که همه بسیار جوانای دانشمند عاقل با عقل هستند، زیرا اکثریت این مسجد شخصی تشکیل میکنند که از علوم اسلامی برخوردار هستند، طالب علم هستند، در دانشکده و دانشگاه های دنیوی و دینی میخوانند. از همین خاطر من یقین دارم که ما هرگز به فند و فریب دشمنا داده نمیشویم. اگر مبمودا در کجای همین کارهای نامشروع هم که دیده، زود صدی راه شوه، زود ای راه من کنه که خدای نکرده مثل همون کفکز سرزمین ما هم به همین بلا گرفتار نشود. که باور کنه قسم به خدا این عمل بسیار عملی نوجوان مردانه است، بسیار عملی بی‌غیرتانه است. از خداوند متعال تمنای آن را دارم که پروردگار استقلال و آزادی و آبادی و فیض و برکاتی را که به این سرزمین عطا کرده است دیگر از ما دور نسازد و خداوند مردم مسلمان این سرزمین صاحب هوشیاری و بیداری گرداند که مکر و فریب و دسیسه دشمنان را نخرند و پروردگار مساعدت فرماید که همیشه هوشیار باشیم. خدایا محبت این سرزمین، محبت این دین بزرگ در قلبامو جای کن. پروردگار فراست اسلامی برامون عطا کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن اندیشه کنید که مؤمن به نور خدا نظر می اندازد. پس پروردگار و حقیقت از باطل برامون آشکار ساز. نگذار که فند فریب دشمنان اسلام آخرین و خداوند و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. عقب و قیمانده قصه‌مون میگیم. حضرت مولوی قصه را بیهوده نمیگه، فقط برای حکایت کردن نمیگه. حضرت میفرماید نفستش درهاست او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. انمو اژدها نفسی تای، او مردگی نیست. تو خیال نکنی که نفس ما کشتم، یک ماه روزه گرفتم نفس ما کشتم، نه. او از غم و بی‌آلتی، از همون امکانیت نداشتن مثل که مار کرخت میشود، کرخت شدگی های.
کیرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. ولی رنگی کیرمک است برای که فقیری، انا صاحب مال و ثروت شدی، صاحب وظیفه و منصب شدی، او خانه سوخته اژدها میشوه، انا باید شروع میکنه کاره. بله بسیار کسایی را دیدم که در وقت فقیریشون را عذرخواه بدن، خدا ترس بدن، نسبت مردم مهربان بدن، اما وقتی که صاحب وظیفه و منصب شدن خودشون گم کردن، خدا را فراموش کردن. نماز چی؟ جبر و ظلم دولای مردم را میبینن. زیاد دیدیم. ببینه کیرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. تو طمع داری و باور داری که به یگان مشکلی این نفسم میگیرم میبندم، مثل که مارگیر ما را بسته بود. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. به هر خور خس این تمنا نمیرسه. برای این اژدها را کشتن موسی در کار، شخص بنده خدا در کار، اولیای خدا، دوست خدا، یا کسی که محبت به خدا در وجودش آنچنان مستولی است که دنیا را پشت پا میزنه، به هر کس میسر نمیگردد. در سر دسترخوان ششته که آواز اذان شنیدی، این نفس میموند ای بچه این آش افغانی بدست بزن، آش هر روزی تری آش میسر میشوه. بعد خیلی نماز خدمت در اینجا جماعت میکنیم میخونیم، همه خیل نیست. همه کشید بفهمم او اژدها در کار درآمد. اناکوندا حرکت کرده است، اشته در سرت بگی. برای او را افسرده کردن، برای او را رام کردن مرد بدن در کار. جوان مرد با شیر مردیت سبگ ابلیس سید کرد، ای به هنر بمیر که از گربه کمتری. راستی که موضوع خشوع یک کمی دیگر شما انشاءالله خیلی هفته دیگر هم هفته سوال و جواب قرار میتیم. من برای همین سوال و جواب نمیکردم، هم سالیانی دراز یک سوالم یک ساعت میره و با تمام نمیشه. همین قدر کوشش میکنم که سوال را کوتاه‌تر جواب بدم، نگی افسوس که نمیشه. هست پرینتر هست تایر، میدونی نه؟ ما سپرینتر نیستیم، ما تایریم. این سپرینترش هم 100 متر میدوه، تایرش بعد هم ماراتون میدوه و 1.5 کیلومتر و دیگر. نه که انشالله خیلی کوشش میکنیم هفته های آینده که کوتاه‌ترش بگیریم. افسوس صد افسوس که به همین یک جمله و دو جمله جواب گفتن بر خود مناسب نمیدونم، زیرا که انسان قانع نمیشوه. ولی در تلفن هم کار با همین خیلی است. زنگ میزنم، بعد بعضی برادرم میفهمونی نمیفهمی که با کی گپ زده است. یک جاهلی ابله هست. یک برادر دیروز زنگ زده است، داملو میگه 4 کتاب خونده استم. صاحب کتاب گفته است که شرح این هر سه نوع را گویم، زان که چوگان شرع را گویم. ما همه دور گرفته استیم فهمونده استیم که برادر چوگانش کلیوشکا میشوه. برای آدمایی که تاجیکی را نمیفهمند چوگان کلیوشکا ایتا منتظر اینه که بیست بفهم. آخه معنای لغویش فهمونده است، ولی معنای شرعیش خفا میآید. عجب گپای میزنی داملو، کلوشکا در اینجا چی دخل داره در فقه؟ من که گفتم گپای درست میگم، نه که تا عجب ابلهی هستی، صبر طاقت نداری. آخه رو درگور کلوشکا که نباشه تو پچه خیل به هدف میرسولی. مقصد که تا صبر که میگه به عقل تا صبر که مثل که با کلوشکا همون توپ به هدف میرسونن، ما هم میگه با واسطه انمی اثرم تو را به هدف میرسونم، شرحت میتون برات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا رب.